بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آن که برای شما روی زمین را بساطی و آسمان را همچون سقفی ساخت و آب را از آسمان فرود آورد، به وسیله آن میوه ها را برای روزی شما برآورد. پس در حالی که حقیقت را میدانید با خداوند همتایانی نیاورید. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. و اگر شما از چیزی که ما وقتاً فوقتاً به بنده خود فرستاده ایم در شک هستید، پس سوره مثل آن را بیاورید و اگر راست میگویید شاهدان یعنی مددگاران خود را به غیر از خدا بخواهید. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اما اگر این کار را نکردید و هرگز کردن نمیتوانید، پس از آتشی بترسید که درگیران یعنی آتشگیره آن مردمان و سنگها اند که برای کافران آماده شده است.